سلام دوستان، در این آموزش می‌خواهیم یاد بگیریم چطور صفحه گوشی اندرویدی خودمان را روی لپتاپ نمایش دهیم و با برنامه اسکرکپی از گوشی روی کامپیوتر استفاده کنیم. ابتدا برنامه اسکرکپی را دانلود می‌کنیم. فایل برنامه را از منبع معتبر دریافت کرده و آن را روی لپتاپ آماده می‌کنیم. بعد از آماده شدن فایل‌ها، برنامه اسکرکپی را اجرا می‌کنیم. حالا می‌رویم سراغ گوشی. ابتدا وارد تنظیمات گوشی می‌شویم و بخش درباره تلفن را باز می‌کنیم. در این قسمت باید گزینه شماره ساخت یا build a number را پیدا کنیم و چند بار روی آن بزنیم تا گزینه‌های برنامه‌نویس فعال شوند. حالا دوباره وارد تنظیمات می‌شویم و گزینه‌های برنامه‌نویس یا developer option را باز می‌کنیم. در این بخش گزینه یسپ دباگینگ یا اشکال زدایی یسپ را پیدا می‌کنیم و آن را فعال می‌کنیم. حالا گوشی را با کابل USB به لپتاپ وصل می‌کنیم. اگر پیغام اجازه دسترسی به یسپ دباگینگ روی گوشی ظاهر شد، آن را تایید می‌کنیم. حالا اسکرکپی را اجرا می‌کنیم. اگر همه مراحل درست انجام شده باشد، صفحه گوشی بعد از چند لحظه روی لپتاپ نمایش داده می‌شود. از اینجا می‌توانیم صفحه گوشی را روی کامپیوتر ببینیم و با موس و کیبورد با گوشی کار کنیم. این روش برای ساخت آموزش‌های موبایل، ضبط صفحه گوشی و نمایش مراحل کار روی لپتاپ بسیار کاربردی است. اگر آموزش برایتان مفید بود، کانال را دنبال کنید تا آموزش‌های بعدی را هم ببینید.